او به کودکان رهگذر شیرینی تقسیم میکند. این صحنه را میتوان به عمر قربان بگیم تشبیه داد. لحظه های خوبی زندگیش را به کودکان بیگانه میبخشد. او در اینترنت با کودکان پرتافته سر و کار داشت. کودکای سالم می آورده می پرتافتند. نمیگن شرایط نداریم، خونه نداریم. 3 ساله می آوردن، 2 ساله می آوردن. همین بچه‌های خوشروی سوز خیلی ولید و مایلی. لیکن اما کودکای کلان می آوردن. سالم. قربان بگیم از سال 2000 تا 2010 در خانه کودکان رقم 1 شهر دوشنبه در اتاق مخصوصی نگهداری همشیره شفقت بود. با گفتش روز تا 10 کودک مردود را به آنجا می آوردند. می گفتم که خیلی زنکای نوعی صوفای کودک می بیاره می پرتون میره. بی وجدان نداره جمع می کردن فقط. بعضی آدم هم خیلی یکم بار می آوردن. بو می بینی که بعد چند سال بو می بیارن. هم خیلی هم بود. یک دخترک کودک زایده سراز گرفت آورد. نوشتگی چرکی آورد. باید ششتی. و ما اوچش گفتم چی بای خیل کردی که باید آوردی؟ میگه خلا شرایط ندارم. خونه ندارم. خونه نیست شوم در رسیه. 2 کودک دیگر میگه دارم باید هرجو میگه تقسیم کردگیه. یک تاش خونه خولم ده یک تاش خونه اپم ده میگه. آخه تو شرایط نداری چی باید زایدی؟ یک بار آوردی دویم بار چی آوردی میگه که این خیلی مرا فریب دور. قربان بگیم میگوید کودکان به سبب به حادثه دچار شدن والدینشان نیز به تربیت آنها می افتادند و شاهد صداقت مادر به کودک نیز بوده است. من یک زنک کدو به ویا چقدر قپیدن همین ایرپورت ویا قپید هستند کودک آوردن دومری بیونه کودن ویا چند سال دادن تورما ای تورما برآمد اومد کودک کفتنی یعنی خیلی ما بعضی ها میشد آدم های نقد بعضی ها نمیکوبند یعنی خیلی بچه هستند. بعضا زنهای تنها به خاطر دریافت هزینه زندگی بر روسیه مهاجرت میکنند و به مهلت معین کودکانشان را به یتیم خانه می آوردند. میشد که این مهلت های معین پایان نداشتند. این با یک بچه کور چشماش کور بودن نمیون پایان کور نمیکرد. مرا فقط بیبی میگفت علی جور نام داشت. همین بچه که نغز بود دوغنا بود. فقط یکون کس میومد برای وی شعر میخوند. دوغنا بود اوچش در رستیه بود. اوچش ریود میکرد برای اوچش میمرد. تلفن میکرد روز 2 بار 3 بار وای تلفن کرد آخرش در اتکاز کرد وای در آخرش اتکاز کرد و چش یوون در بردن وای بچه را روز نمیدن در یوون چه خیلی اولش نمیفورد که یک بار بینم وای چه خیلی وای شده. قربان بگیم شوهر نکرده است و به فرزند است. بار خواست دختری نوزادی را که چمن نام داشت و فرزندی گیرد. 4 سال پایید. یک لحظه زندگی چمن را از او گرفت. من یک دخترچه را نگاه کردم و گلابراچ پیشتر من گفت که همین نگاه کنه بعد بگی. بعد وای که رشد که رفت بعد وای دیگر کس گرفت. بعد همین که دکومنت قیم بود گرفتن دکومنت توغری کردنش بسیار قیم بود. بعد خونه که نداشتم نگرفت ندادم. بعد ای گروپا وای گرفت است من نفهمیدم. بعد فهمیدم بعد ای دمو. هر روز خبر نمیگرفتم؟ میگرفتم و اما وقت اتپسکه بودم. اتپسکه اومدم که وای نیست. قربان بگیم میگوید که تاجیکان طفل‌های سالم را به زودی به فرزندخانه میگیرند. چند بار هم چمن را سوراخ کرد اما بر طبق قانونگذاری آشکار کردن سوراخ‌های طفل فرزندخواند منع است. دیگر گفتم دی نمیگیرم. اول وای چکردم پیش وای بیرفتم خبر میگرفتم وای مرا میدید خودسان میشد. خیلی. حالا قربان بگیم 63 ساله بازنشسته است. چند سال پیش پسری برادرش را به تربیت خود گرفته بزرگ کرد. 3 نبیرش را تربیت میکند. میزان پرو ندارن که پاک کودک چخی میکند چخی میشود خونش چخی میکند. یعنی فکر کردن در کار که کمتر بزویند. فکر نمیکند ایمو کتو ما چی تربیت میزرد و میپردم قدم خیلی